سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. برگزاری نشست ویژه کمیسیون اقتصادی بر ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء. دیدار معاون نظامی پلیس سرحدی با گازیز اکباسوف سفیر قزاقستان در افغانستان. و تاکید وزیر خارجه چین بر حمایت سازمان همکاری‌های شانگهای با سازی و توسعه در افغانستان. امروز چهارشنبه 27 ماه میزان سال 1405 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. نشست ویژه کمیسیون اقتصادی بر ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء روز گذشته در قصر مرمرین برگزار شد. معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء میگوید که در این نشست پیرامون کاهش میزان بیکاری در کشور، تطبیق بهتر و بموقع پروژه‌های اقتصادی، فراهمسازی سهولت‌ها برای صادرات و واردات، تصفیه مواد نفتی خام، گسترش فهرست اقلام مجاز دواهای وارداتی در کشور گفتگو شده است. همچنین تصریح روند توزیع ویزا، نقشه‌های شهرک‌ها و ساحات صنعتی، تنظیم و هماهنگی روند اجاره زمین‌های دولتی، افزایش صادرات گوشت و توسعه صادرات کشور از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود. مولوی عبدالمنان حسان، معاون نظامی پلیس سرحدی با گازیز اکباسوف سفیر قزاقستان در افغانستان دیدار کرده است. در این دیدار دو طرف درباره گسترش همکاری امنیتی و بهبود وضعیت امنیتی گفتگو کرده و بر ادامه و تقویت روابط امنیتی میان دو کشور تاکید کردند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با یک نهاد کمک رسان تفاهمنامه همکاری به ارزش بیش از 1,631,000 دلار را امضا کرد. و گفته این وزارت این مقدار پول در بخش حمایت از معیشت و ایجاد فرصت‌های شغلی برای 61,987 تن از بیجا شدگان، برگشت کنندگان و اعضای جامعه میزبان در ولایت‌های بلخ، جوزجان، سرپل، بغلان، کندوز، تخار، فاریاب، هرات، ننگرهار، لغمان، کنر، فراغ، خوست، پکتیکا، پکتیا و بامیان به مصرف خواهد رسید. و در آخرین خبر، وانگ یی وزیر امور خارجه چین در مراسم 25مین سالگرد تأسیس سازمان همکاری شانگهای بر حمایت این سازمان از بازسازی و توسعه در افغانستان تاکید کرد. وزارت خارجه چین گفته است که سازمان همکاری شانگهای باید در راستای تامین امنیت پایدار و تقویت صلح و ثبات در خاورمیانه و حمایت از روند بازسازی افغانستان نقش فعال‌تری ایفا کند. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین‌های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.